من که باورم نمیشه اینا اینطوری بازیگر شده باشن. مثلا همین خانم هدیه تهرانی در حال خرید از فروشگاه بوده که محمد رضا شریفینیا و خانم آزیتا حاجیان اونو میبینن و واسه فیلم روز واقع انتخابش میکنن به همین راحتی. داشتم نوید محمدزاده با اون پوتش که تو سریال قورباغه بود عاشق فوتبال بود و قرار بود واسه نوجوانان سایپا هم بازی کنه، اما با دیدن یه فیلم زندگیش عوض میشه. مثلا اونجوری داشته توی روز داشته نشسته بود داشته بود امروز باید برم سر تمرین فوتبال، بذار فیلم هم کنم بعد برم. یه فیلم رو من دیگه باید بازیگر شم. باید زندگی کرد حتی به غلط. کی صحیح و غلط رو تعیین میکنه؟ این جمله واسهتون آشنا نیست؟ باریکلا. حامد بهداد که به عنوان دستیار رامبد جوان باهاش کار میکرده، اما رامبد جوان بهش بازی تو فیلم آخر بازی رو به عنوان نقش اصلی پیشنهاد میده. یا ابوالفضل فکر کن دستیار باشی از اون بازیگر نقش اصلی. سلام، دوتا چه خوشگون، یه سرماخوردگی، دوتا موژانسی بده. چیکار میکنه اینجوری میکنه؟ برام سلام، من مسعود کیمیایی هستم و شما رو به بازی در فیلمم دعوت میکنم. خانم شیلا خداداد در حال خرید دارو بوده که مسعود کیمیایی رو میبینه و بهش پیشنهاد بازی تو فیلمشو میده. به راحتی هر روز برو دارو